نصب آرکم 2018 یه مقدار دشوار هست. پس توی این درس باهاتون در رابطه با آموزشش صحبت خواهم کرد. بعضی موقع که حجم فایل نصب نشده زیاد هست، مثل اینجا که تقریبا 1 گیگ حجم فایل ها هستن، به خاطر که هاستینگ ها اجازه نمیدن که فایل های سایز بزرگ آپلود بشه، معمولا میان چند تکش میکنن. خاطرتون باشه که حتما این تکه ها باید کنار همدیگه باشن، وگرنه اکسترکتتون درست انجام نمیشه. خب روی یکی از فایل های مرتبط با همدیگه دابل کلیک میکنیم و اون فولدر رو اکسترکتش میکنیم. وقتی که بازش میکنیم یه فایل ستاپ داره که اون رو دابل کلیک میکنیم. اینجا یه سلف اکسترکت هم داره که میتونید این فولدر رو بعداً پاکش بکنید بعد از نصبتون. اگر هم که نیاز به فضای زیادی ندارید که همون بذارید باشدش. خب تا داره کارش رو انجام میده ما بریم داخل فایل ریدمیش رو پیدا بکنیم. بله اینجا نوشته که نرم افزار رو نصب بکنید، با این سریال ها وارد بشید. خب ما ببینیم ادامه کار به چه صورت هست. بله پنجره اینستال باز شد. گزینه اینستال رو انتخاب میکنیم. I accept next. این تیک حتما باشه. اینستال میبندیمش. با توجه به اینکه نرم افزار اون نصب شده و نرم افزار حجیمی هست، بهتره در این مرحله حتما یه ریستارت انجام بدیم. ریستارتمون انجام شده. نرم افزار رو بازش میکنیم. در واقع ما از کیژن استفاده میکنیم، مولد شماره سریال های این نرم افزار. اینجا با توجه به چیزی که توی ریدمی نرم افزار نوشته شده بود، اینتر سریال نامبر رو انتخاب میکنیم. شاید روش دیگه ای رو اون شخص کرک کننده در نظر گرفته باشه. خب آی اگری رو میزنیم. اکتیویت. اینجا یه سریال از ما میخواد. خاطرتون بود توی فایل ریدمی خب 666 و این عدد. من نکست رو میزنم. خب بعضی موقع ها که این پیام رو بهمون میده یه کلوز میزنیم، مجدد انجامش میدیم. 666 اوکی. برمیگردیم روی این گزینه I have activation code from Autodesk. خب ما الان ریکوست کد رو داریم که اینجا هست. این رو کپیش میکنیم. اینجا با کیبورد باید کنترل C رو بزنید که کپی بشه. خب برمیگردیم توی قسمت کیژن آرکم. کیژنمون پاک شده. علتش هم اینه که بعد از اینکه ریستارت کردیم سیستم ویندوز سکیوریتی مجددا فعال شده. من وی آی رو میزنم. منیج ستینگ. این رو غیر فعالش میکنم. اوکی. اگر نگاه بکنیم نیستش دیگه. خب باید چیکار بکنیم؟ باید بریم از توی خود نسخه اینجا کیژن این رو انتخاب کنیم. خب یه توضیح کوچولو بدم. X64 یعنی سیستم عامل 64 بیتی. ما نرم افزارمون 64 بیتی هست، پس X64 رو انتخاب میکنیم. X86 یعنی 32 بیتی. خب X84 رو من اینو مستقیم میندازمش داخل دسکتاپ. اینم میبندمش. خب باید روش کلیک سمت راست بکنم، ران از ادمینستریتور بزنم. ببین اگر دابل کلیک بکنم شما اجازه کاربری ادمین رو به نرم افزار ندادید. اینو مد نظرتون داشته باشید. هر جا نیاز باشه خودم بهتون میگم. ران از ادمینستریتور. اوکی. ما اون در واقع کدی که اینجا کپی کرده بودیم با کنترل C
کنترل سی، توی قسمت ریکوست این کی جنریتور پیستش میکنیم. خب دکمه جنریت رو میزنیم، دکمه پچ رو هم میزنیم. اوکی، این رو با دابل کلیک انتخاب میکنیم، کلیک سمت راست، کپی. یعنی ما یک کد دادیم به این نرم افزار، این ریکوستمون بود، یه اکتیویشن هم به همون داد که با جنریت تولید شد. پچ هم کردیم که این در واقع کد رو بشناسه. برمیگردیم توی نرم افزار اتودسکمون، آرتکممون، پیست رو میزنیم، نکست، و اشکال نداره این پیامی که داره میده کلوز رو بزنید، این رو هم ببندیمش. نرم افزار آرتکممون نصب شد. اون پیامی که میده به خاطر اینکه به اینترنت وصل نیست. اوکی، اگر نگاه بکنید کامل میتونید از آرتکم دیگه استفاده بکنید.